فتوای روحانیون تو دوران قاجار. 1. آب لوله کشی غیر شرعی و حرام است، چون این آب کر نیست یا کر نیست، نمیدونم کدومش درسته. البته بعدن گفتن چون جاریه حلاله. 2. استفاده از دوش حمام حرام است، چون غسل التماسی با دوش ممکن نیست. البته بعدن به خاطر فشار حکومت و رعایت بهداشت غسل ترتیبی رو اختراع کردن. 3. لامپ برق حرام است، چون باعث می شود مؤمنان شب نشینی کنند و از نماز صبح غافل بشوند. البته بعداً با پول این کفتی که کارخونه دارا به علما دادن برق هم حلال شد. حلال استون. استفاده از کله قندم حرام بوده، چون میگفتن با استخون مردگان علک شده و درست شده. علتش چی بوده حرام بوده؟ نپرداختن وجه شرعی. کل ما رو بیار. داشتن شناسنامه هم حرام بوده، چون باعث می شده نامحرم ها اسم همسر و دختر افراد رو بدونن. من موندم اینا چجوری الان حلال شدن.